یکی از معروفترین بناهای دنیا که سمبل امپراتوری رومه این ساختمونه. کولوسئوم یا کولوسیو. اگه به این ساختمون توجه کنیم میبینیم که شبیه استادیومه که در واقع یکی از اولین استادیوم‌های تاریخ بوده. اما تفاوتش با استادیوم‌های امروزی این بوده که برای تماشای بازی یا بازی کردن نبوده. این استادیوم فقط برای کشت و کشتار استفاده می شده. این بنا 2000 سال پیش زمانی که جون آدم‌ها ارزشی نداشته ساخته شده. حداقل جون کسایی که میفرستادن وسط استادیوم. کسایی این وسط میرفتن که یا بردن یا گلادیاتور. در واقع هر کسی میرفت اون وسط داشت با جونش بازی میکرد و درصد مرگ خیلی بالا بود. چیزی که تو این ساختمون خیلی عجیبه اینه که چرا یک تکش نیست. باستانشناسان وقتی کولوسئوم رو بررسی میکنن متوجه میشن که بارها این بنا بازسازی شده. بزرگترین بازسازی این استادیوم در قرن سوم اتفاق افتاده. کشور ایتالیا یک کشور زلزله خیزه. در طول تاریخ وقتی در روم زلزله اومده یه تیکه از این بنا تخریب شده. در قرن سوم وقتی کامل بازسازیش کردن امپراتوری روم در حال فروپاشی بوده و دیگه خبری از اون امپراتوری ثروتمند نبوده و روز به روز ضعیفتر می شده و چون پولی نداشتن به تبع نمیتونستن دیگه این ساختمون رو بازسازی کنن و این ساختمون هم روز به روز مخروبه تر می شد. به قدری وضع روم خرابتر می شد که حتی نمایش هایی هم که توی ساختمون انجام می شد تعطیل شد. چون دیگه پولی نداشتن که بدن حیوانای وحشی بخرن. تمام شیرها و ببرهایی که توی این استادیوم استفاده می کردن از آفریقا و آسیا می آوردن. هرچی زمان می گذره رومی ها فقیرتر می شن و هم مسیحی تر. دین مسیحی وقتی وارد روم میشه کشت و کشتار تو این استادیوم تعطیل میشه چون دیگه گناه میدونستن که برای تفریح آدم بکشن. وقتی قانون مسیحی مورد قبول روم قرار میگیره دیگه هیچ نمایشی تو این استادیوم انجام نمیشه. چند قرن که میگذره رومی ها کامل در تاریکی و جهل فرو رفتن که حتی تاریخ ساخت این ساختمون رو نمیدونن. در دوران تاریک اهالی روم تصور میکردن که این ساختمون یه معبده که خدایان روم باستان توش نگهداری میشده که به اصطلاح یک بتکده بوده. خیلی وقتا هم مسیحی‌های خیلی معتقد شایعه میکردن که اینجا قبلا جایگاه شیطان بوده و باید تخریب بشه. هر چقدر که بیشتر میگذشت به این شایعه بیشتر دامن زده میشد که این موضوع باعث شد کسایی که این شایعه رو پخش کردن نگران بشن چون نمیخواستن که این ساختمون تخریب بشه. اونا برای اینکه مردم اینجا رو تخریب نکنن میومدن میگفتن این یه ساختمون قدیمیه که تو تاریخ کشور ما نقش داشته. هر چند وقت یک بار هم زلزله تو روم میاد و یه تیکه از این ساختمون میریزه پایین. هیچ کس هم براش مهم نبوده و اهمیت نمیداده. آروم آروم ساختمون میرفت رو به تخریب. تا سال 1000 میلادی نیمی از این بنا در اثر زلزله‌های مختلف ریخته بوده. این زلزله‌ها بیشتر یک طرف بنا رو تخریب کرد. اونم طرف شمالی شو که الانم میبینید طرف شمالیش نصفش نیست. زمینشناسان همین اخیراً دلیلش رو فهمیدن. دلیلش همین بوده که نیمی از این بنا روی زمین سفت قرار گرفته و نیمی دیگر روی زمین سست. به خاطر همین هر دفعه زلزله می اومده و طرف شمالی تخریب شده. اما دشمن اصلی این ساختمون زلزله نبوده، مردم روم بودن.
اونا برای این ساختمون باستانی هیچ ارزشی قائل نبودن. حتی دوست داشتن کامل از بین ببرنش، اما زورشون نمیرسید. ولی خورد خورد در حال تخریب این بنا بودن. اونا هر موقع مصالح ساختمانی میخواستن می اومدن سراغ این ساختمون و سنگ و آجراشو می بردن خونه خودشون و برای خودشون اتاق درست میکردن. نمای این ساختمون کاملا از تراورتن پوشیده شده و کف این ساختمون همه از سنگ مرمر بوده. سنگ‌های نما و کف ساختمون رو که اول از همه کندن و بردن. این ساختمون در دوران‌هایی کلی ساکن داشته. تمام بیخانمان‌های روم می اومدن اینجا و یه گوشه‌ای رو پیدا می‌کردن و برای خودشون زندگی می‌کردن. و میگن به قدری این ساختمون تو اون دوره ناامن بوده که یه آدم عادی نمیتونسته بیاد داخلش. اما سوالی که به وجود میاد اینه که چرا با وجود این همه اتفاق طرف شمالی کلوسئوم هنوز سر پاه؟ در واقع راه اصلی واتیکان از طرف شمالی کلوسئوم میگذشته و پاپ دوران‌های مختلف هر روز از طرف شمالی این ساختمون رد می شده. اونا می گفتن چنین بنایی تو مسیرمونه، پس نذارید مخروبه باشه. برای همین طرف شمالیش رو خوب نگهداری می کردن. در واقع همون طرفی که پاپ می دیده. دلیل دیگه سرپا موندن این بنا این بوده که موقعیت روم طوری بوده که دشمن نمی تونسته وارد بشه. و فقط یک بار این اتفاق افتاده که یه سردار تونسته شهر روم رو بگیره که اونم هانیبال کارتاجی بوده. کارتاژ تونس باستانه. یک امپراتوری بوده به نام کارتاژ که رومی ها خیلی بهش زور میگفتن که در آخر یکی از سردارها مدیترانه رو دور میزنه، خودش رو میرسونه روم. رومی ها اونو بیرون میکنن، اما اون تنها کسیه که تونسته تو مدت کوتاه روم رو بگیره و باید بدونید که هانیبال 200 سال قبل از ساخت کلوسئوم روم رو میگیره که اون موقع روم بنای تاریخی آنچنان مهمی نداشته. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید.